انشالله انشالله خوش اومد مسافر بیشتر از بودای وطن بودای وطن از شما گفت بده دخشیمو هشیمو شاید شما گفت علیکم السلام السلام علیکم برادر سوز هستین خوب هستین شاد باشید رحمت الحمدلله شکر شید خدا انشالله چه دور شدیم یک دعا ده حقش میکردی مرحمت مهمون کنی الحمدلله مرحمت بسم الله الحمدلله الصلاة والسلام علی رسول الله بسم الله الرحمن الرحیم به نام خدای جهانداری جان آفرین حکیم سخن اندر زبان آفرین حمد و سپاس مر خدا را که صنعش در وجود آورد ما را هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام اما بعد سلام علیکم و رحمت الله و برکاته السلام علیکم برادران اهل اسلام و مهمانان گرامی قدر الحمدلله عزیزان من در این سحری خدا خواهد انشاءالله پرفیض و پربرکات یک گروه مهمانان خدا خواهد از یعنی شهرچه حیدرکان قرقیزستان انشاءالله خدا خواهد همچون بعضی هاشون شاگردا هستند الحمدلله اولا برای زیارت انشاءالله اهلی و شارزمین قدم رنجه کردن الله سبحانه و تعالی در هر یک قدمی آن فیض و برکات انشاءالله به دیار ما و شما بیارد همه اینا اکثرش علما هستند الحمدلله قاری ها انشاءالله خدا خواهد یعنی عبادت کننده های شخصانی صالح هستند الحمدلله چند سال است ما با اینا رابطه دوستی داریم رابطه علاقه انشاءالله استادی و شاگردی داریم بسیار من مسرور شدم به خاطر دیدار یکدیگر دیدن چون که دیدار غنیمت است دم غنیمت دیدار غنیمت آدم غنیمت ما و شما عزیزان من همچی یک رهگذر هستیم همچی یک مهمان هستیم امروز هستیم پگن نیستیم بلکه انشاءالله خدا خواهد برای همین فرصت ها غنیمت دونسته باید که به دیگر دوستی مهر و عاقبت الحمدلله من با شما در آینه جهان نما هم دیدین البته سه یعنی پادشاه های دولت الحمدلله در شهر خوجند یک جایه شدند و وظیفه دوستی مهر و عاقبت یک دیگر فهمین انشاءالله خدا امضاها شد امید میکنیم که در آینده الحمدلله این سه مملکت بهترین به مملکت های ترقی یافته و به مملکت های مهر و عاقبت محبت بسته میشه انشاءالله امید داریم خداوند انشاءالله ناامید نمیکند اولا این عزیزان میگیم خوش آمدین نوری دیده تاج سر میتا مهمان عطای خداوندی است چیزی که ابراهیم خلیل میگن انشاءالله و نوبت به یک انشاءالله خدا خواهد یعنی دوستی عزیز میتیم یکچند انشاءالله سخن میگریم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته الحمدلله اولا حمد به اون خدای پاک را که مو بنده های این دنیا و آفرید و سلام و درود به حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم ما با شرافت استاد و زیارت استاد آمدیم و سخنوی گرم و فورم رحمت دوملو سلامت دو باشید که هستید انشاءالله استاد غربتونه انشاءالله انشاءالله نسخه کتاب من ضرب المثل من مقاله ها هست که آدم به دعا من سوزوات به آب کردی انشاءالله الله تعالی من در محلی و شورزمین یک با امر پروردگار هم مسجد کلام صوفیان ها یک خانم کروشه انشاءالله باشکانی همیشه استوهای مهنت کسگی ها در نامی اعمالشون الله تعالی خودش به قوتش خشم میتید آمین آمین از دستی بنده چی که می آید سخن نیک می یا یک کاری نیک یا عمل نیک پروردگار خودش حساب کتاب کننده خودش همه مکافات میدادگیش پروردگار خودش یگانه الله انشاءالله
در آیت کریم الله تعالی میفرماید انا مسجدها رو اون کسانی که عبور میکنند که ایمان به خدا دارند و به روز قیامت ایمان دارند. البته انشاءالله البته اومده در همون مسجد میهنت کسایی همه‌شون البته ایمان به الله تعالی یگانه دارند و پروردگار 18000 عالم خواهش میکنیم که ایمان همه بنده مومن مسلمان رو بقوت کنه. آمین. در خاطر همون آدما هم قطر نیستگی جماعت نیستگی ایمانشون پروردگار 18000 عالم بقوت کند، هدایت به راه یگانه کند، یگانه خودش پادشاه، خودش قادر ناظر. دولا جان در آخر سخن یک دوی نیک نیت شگردتونه. انشاءالله سلامت بشین. بسیار برادر سخنهای خوب کردین، سخنهای دلنشین. الحمدلله. البته انشاءالله کسانی که خدا خواهد در این خانه خدمت میکنن، کسانی که دلالت انشاءالله به همین کار میکنن، همون اجر و مکافاتی که پاداشی که در جنت قصرها است، البته همه ما و شما را الله اسمان الله سزاوار بگرداند. همیشه صحت باشیم، همیشه سلامت باشین. آن برادری که از دور و نزدیک خدا خواهد انشاءالله این برای آبادی یعنی مسجد ما چی مالی و چی جانی و چی زبانی دارند، خداوند در عمرش و در رزقش و در کسب و کارش الله برکاتتون نماید. همین مسافرای عزیزم که مثل کبوترها هر روز از یعنی دیار به دیگر دیار برای بهبودن زندگی مردم و برای خانه آبادی، برای خانه وطنی و برای آباد کردن این دنیا آخرتش حرکت دارند، الله سبحانه و تعالی در کسب و کارش، در رزقش، در عمرش برکاتتون نماید و در این دنیا و در آخرت هم کم مگرداند. صحت بود، سلامت و یک کیسه های پرباری های سرخ نزد خاندان، نزد انشاءالله وطن از برداشتن الله نصیب بدارد. شما هم عزیزان عمراتون، رزقاتون، کسب و کارتون برکاتتون نماید. در همین دنیا عالمان و خاریانی با عمل بگرداند. هیچگاه از خانه خودش، از انشاءالله ذکر خودش، از یاد خودش، از خدمت اسلام کردن هرگز ما و شما مانده نباشیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و بارک و سلم. الله.